آیت 95 سوره نساء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. الله جل جلاله و عم نواله و عز شأنه در ای آیه مبارکه حکم او کسانانی که اونا با مال و جان خود در راه الله واحد الله شریک دفاع میکنن، یعنی جهاد میکنن، و همچنان از مال خود و از جان خود در راه دین الله تبارک و تعالی میگذرن، و او کسانان دیگه که اونا نشسته هستند جهاد نمیکنن، مال و جان خود را در راه الله مصرف نمیکنن. الله تبارک و تعالی فرق و درجه میان این دو را بیان میکند و این را میگد که کسانانی که اونا احتیاج ندارن، یعنی عذر شرعی ندارن، ضرورت دارن، اونا اگر جهاد ترک میکنن غیر این معذورین. اگر دیگرا به مال خود و نفس خود در راه الله جهاد میکنن، اونا چی هستن؟ فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. اونا را الله تبارک و تعالی فضیلت و برتری داده. الله واحد الله شریک اونا را درجه داده. و کدام درجه؟ در حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آید که او می فرماید الله تبارک و تعالی برای مجاهدین در جنت درجه هایی را آماده کرده که فاصله میان این درجه ها میان زمین و آسمان است. یعنی چقدر میان زمین و آسمان فاصله است؟ امون اندازه میان این درجه ها فاصله وجود دارد، درجه های عالی و بلند. و این درجه های عالی و بلند برای نظر به اخلاص، تقوا و همچنان جانفشانی و چقدر پول مصرف کردن و شب و روز در تب و تلاش بودن به همین چیزا مربوط است. هر کس را نظر به محالتش الله تبارک و تعالی اما قدر درجهش را عالی و بلند میکند. لا یستوی القاعدون، برابر نیستند کسانانی که اونا نشسته هستند من المؤمنین، از مسلمان ها. از چی نشسته هستند؟ از جهاد کردن در راه الله، از سعی و کوشش برای دفاع از دین الله، از پول مصرف کردن در راه دین الله. از این همه چیز نشسته هستند. غیر اولی الضرر، غیر از آن کسانانی که اونا نشسته هستند ولیکن اونا چی هستند؟ اولی الضرر، صاحب احتیاج هستند. یعنی معنا که اونا احتیاج و ضرورت دارند، برای همین ضرورت خود و عذر خود اونا نشسته هستند، نه برای تنبلی و کسالت. مثل کسانانی بودند در میان صحابه کرام و امروز و در هر زمانی وجود دارد که اونا چی دارند؟ اونا عذر دارند. مثلا چشمشان کور است، اونا نمیتونن در میدان جهاد بکنن. پای ندارن، نمیتونن جهاد بکنن. مریضی و عذر دیگه دارن که نمیتونن در میدان جهاد اونجا حاضر باشن، یا پول سرمایه ندارن که را در راه الله تبارک و تعالی مصرف بکنن. اینا را میگد اولی الضرر، صاحبان احتیاج و کسانانی که اونا عذر دارن شرعی. الله میفرماید اینا اگر نشسته هستن، غیر از اینها کسانان دیگه که هیچ عذر و معذرتی ندارن، نه در بدن خود نه در مال خود. والمجاهدون، الله میگه لا یستوی القاعدون والمجاهدون، برابر نیست کسانانی که نشسته هستند، والمجاهدون، کسانانی که جهاد میکنن در راه الله تبارک و تعالی. جهاد به چی میکنن؟ فی سبیل الله، در راه الله، به اموالهم، به مالهایشان، و انفسهم، به نفسایشان. ام به مال خود در راه الله تبارک و تعالی جهاد میکند و ام به نفس خود جهاد میکند. و در اینجا به تعبیر قرآن متوجه باشیم، الله تبارک و تعالی اول مال را مقدم یارد نسبت به نفس. چرا؟ مال مصرف کردن در راه الله سخت‌تر است از این که خود انسان بدن خود را مصرف بکند، جان خود را مصرف بکند. چرا؟ مال از جان شیرین‌تر است برای خیلی مردم. ببینیم خیلی کسانانی در طول تاریخ اگر ما بخوانیم جهاد کردن یک تعداد مردم، اما جهادشان برای مال بوده، کشته برای مال شده.
زخمی برای مال شده، اسیر برای مال شده. این مال بوده که اونا را از خانهایشان بیرون کرده. برای چی؟ برای جهاد کردن. اما او کسانانی که هم خودی او در جهاد برود و هم پول و سرمایه خود را در راه دین الله مصرف بکند و نیت و اراده او هیچ چیز در دنیا نباشد جز رضای الله، تعداد این در زمان ما کم میشد. همچنان جز صحابه کرام و مسلمان های واقعی که همین چیز را داشتن که هم مال و هم جان را مصرف میکردن. اما در غیر از اون مال مصرف کردن کار ساده ای نیست. خیلی کسایی در دنیا هستن که اونا میتونن خودشان در سنگر بروند اما نمیتونن یک افغانی خود مصرف بکنند. به می خاطر است که الله تبارک و تعالی میگه به اموالهم، به مالهای خود جهاد میکنن و انفسهم، به نفسهای خود جهاد میکنن. پس الله تبارک و تعالی میگه اینا با هم برابر نیستن. چگونه برابر نیستن؟ فضل الله المجاهدین، فضیلت و برتری داده الله تبارک و تعالی مجاهدین را به اموالهم، به مالهایشان و انفسهم، به نفسایشان، علی القاعدین، بالای آن کسانانی که اونا نشسته هستند درجه. الله تبارک و تعالی اونا را درجه فضیلت و برتری داده. اون درجه اینی که مثلا درجه یک میان یک و دو چی درجه ای است، فاصله کمی. اما حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید درجه میان آسمان و زمین. همین قسم درجاتی در اونجا متفاوت است که الله تبارک و تعالی مجاهدین را همین قسم فضیلت و برتری میدهد. بالای کی؟ علی القاعدین، بالای کسانی که نشسته هستند و اونا در راه الله تبارک و تعالی قدم نمیگذارند، نه مال خود را مصرف میکنن و نه نفس و جان خود را مصرف میکنن، هیچ نوع دفاع از دین الله نمیکنند. و کلا وعد الله الحسنا، و کلا تمامی مسلمان ها را، چه اونا قاعدین هستند و چه اونا مجاهدین هستند، الله تبارک و تعالی تمام اینها را وعد الله، وعده کرده است الله تبارک و تعالی الحسنا، اونا را وعده احسان و نیکی کرده. یعنی این معنای ای را ندارد که کس جهاد نمی کند ولو که مؤمن است، مسلمان است، پابند دین الله است، اما در سنگر نرفته، جهاد نکرده، معنای ای را ندارد که او دیگر به این کار خود جهنم می رود، کافر می شود، از دین الله بیرون می شود. این معنا را ندارد. و از این آیه کریمه مفسرین کرام ای را معلوم می کنند که جهاد کردن حکم او متفاوت است. در یک حالت جهاد کردن فرض کفایی است و در یک حالت دیگر فرض عین است. این در او حالتی که کشورهای اسلامی و ملک و سرزمین اسلام اشغال نشده باشد، جهاد فرض کفایی است که مسلمان ها تعدادشان با کفار بجنگن، سرزمین های باقی مانده دنیا را فتح بکنن، این فرض کفایی است. اما در صورتی که دیگر مسلمان ها اما چیز عزت و آبرو و حکمت و اما چیز خود را از دست دادن و عملا قدرت مسلمان ها را کفار گرفته باشد، در او صورت جهاد دیگر بر همه کس فرض عین است، به مو اندازه‌ای که ضرورت است. اگر به همه مردم ضرورت است، اگر به تعداد مردم ضرورت است. اما در غیر از حالت که نفیر عام باشد، ایرا انشاءالله حکمش را پستر میخوانیم، انفروا خفافا و ثقالا. در اونجا که در کدام صورت ما پیاده و سواره با سلاح و بدون سلاح همه کس بیرون میشد، در کدام حالت. اما در غیر حالات عادی جهاد فرض کفایی است. و می خاطر است که الله میگه و کلا، تمامی اینها را، چه اونها قاعدین و نشسته هستند یعنی جهاد نمیکنن و چه اون کسانانی که مجاهد هستند جهاد میکنن، الله میگه تمامی اینها را وعد الله، وعده کرده است الله تبارک و تعالی الحسنا، از نیکی، یعنی که عبارت از بهشت و نعمت است. اما این که اردویشان بهشت میروند، خب بازم در یک مساوی هستند. الله میفرماید نه، لا یستوی القاعدون، برابر نیست کسانی که نشسته هستند و المجاهدون، اینا با هم برابر نیستن. گرچه اون کسی دیگه هم جنت میرود، اما مقام، مرتبه، درجه زو با مجاهد برابر است. الله میگه نه. و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، و فضل الله، فضیلت و برتری داده است الله تبارک و تعالی المجاهدین، مجاهدین را، علی القاعدین، بالای کسانی که اونا نشسته هستند از جهاد نمی کنند، اجرا عظیما، اجر و پاداش بزرگ الله تبارک و تعالی برای اونا داده.
درجات منه و مغفرة و رحمه و کان الله غفور رحیم. درجات، این اجر عظیمی که الله برای مجاهدین وعده میکند، این اجر عظیم چی است؟ الله میگه درجات منه، این درجه های است منه از جانب الله تبارک و تعالی. و حدیث دیگه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که میفرماید برای مجاهدین الله تبارک و تعالی در بهشت 100 درجه را آماده کرده. هر درجه میان زمین و آسمان همینقدر طولانی و فاصله ای دارد. 100 درجه و هر درجهش همین اندازه. الله امیر میگه درجات منه، درجه های است از جانب الله تبارک و تعالی و مغفرت است از جانب الله تبارک و تعالی و رحمت است از جانب الله وحده لا شریک و کان الله است الله وحده لا شریک غفورا بخشنده و مهربان است. او می بخشد هر اندازه‌ای که خواسته باشد به بنده های نیکوکار خود. رحیما، الله تبارک و تعالی مهربان است به حال بنده های خود و این از رحم مهربانی الله است که از اعمال انسان او را اضافه تر ثواب میدهد. چقدر که انسان عمل کرده الله تبارک و تعالی 1 برده تا 1 بر 700 بر از او اجر و پاداش نصیب میگرداند. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الله وحده لا شریک در این آیه مبارکه حکمی او کسانانی را بیان میکند که اونا از جهاد باز ماندن، نه تنها این که جهاد نمیکنن بلکه زندگی را در میان کفار اختیار کردند. اونا میخواهند که در میان کفار زندگی بکنن و خود را ضعیف و ناتوان نامیدن. الله تبارک و تعالی اونا را بیان میکند که حکم اونا چی است و اونا را ملائکی که الله تبارک و تعالی روان میکند در حالتی که روح اینها را بگیرد، اون ملائکه برای اینا چی خطاب میکند و اینا را چی میگد. در ابتدای اسلام کسانی که در مکه مکرمه به اثر دعوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسلمان شدند، زمانی که نبی کریم صلی الله علیه و سلم هجرت کرد، تعداد صحابه کرام قبل از نبی علیه السلام هجرت کردند و تعداد بعد از هجرت او هجرت کردند. اما تعداد دیگه در اونجا باقی ماندند در مکه مکرمه. ایمان خود را از کفار پنهان کردند و پوشیدند، نشان ندادند که ما مسلمان هستیم. چرا؟ اگر کفار میفهمیدند که اینا مسلمان هستند با مو رویه‌ای میکردند که قبلا با رسول الله صلی الله علیه و سلم و دیگر صحابه کرام میکردند. پس اینا با فکر آسوده و آرام در میان مشرکین زندگی میکردند. تا چی وقت؟ تا اینکه غزوه بدر صورت گرفت. در غزوه بدر مشرکین زمانی که از مکه مکرمه حرکت کردند به طرف مدینه منوره که در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم و دین اسلام می جنگیدند، همین کسانی که در مکه بودند و مسلمان بودند اما خود را افشا نکرده بودند، مشرکین اینا را نیز با خود به کجا برد؟ به جنگ. و اینا نتونستن بگویند که ما مسلمان هستیم، ما با نبی علیه السلام و مسلمین نمی جنگیم. این کار را نکردند. برای چی؟ که افشا نشوند. و اگر نامشان افشا میشد که نامسلمان هستند، اینا مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند. تعداد اینا آمدن در کجا؟ در صف مشرکین در مقابل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جنگ شرکت کردند و تعداد اینا کشته هم شدند. اما بود که مسلمان ها در اینجا به تشویش شدند. چرا؟ مسلمان ها اینا را میشناخت که اینا هستند مسلمان ها، اما از روی مجبوریت آمدن امرای کفار در مقابل اسلام قرار گرفتن. نمیتونن خود را نشان بدن. چرا؟ اگر بگویند اونجا فامیل و خانواده ایشان است، اینا مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. پس اینا در این باره غمگین شدن که اینا چه حالت شد؟ ما مسلمان ها را کشتیم و اونا را به شهادت رساندیم و اونا در صف کفار استاده بودند. الله وحده لا شریک این آیه را روان کرد و اینهای کسانی که در میان کفر زندگی میکنن و زندگی در میان کفر را دوست دارن و زمینه هجرت برایشان مساعد است، هجرت نمیکنن، الله تبارک و تعالی این مسلمان ها را ظالمین خطاب کرده که اینا ظالم هستند. و اینا وقتی که
در صف کفار می آمدن در غزوه بدر و اینا کشته شدن، الله میگه اینا ظالم هستند. این که بعدن الله در آخرت با اینا چی معامله میکنه؟ مسلمان ها را تسلیت میدهد که شما اینا را کشتین، در کشتن اینا شما جرم ندارید. چرا جرم ندارین؟ زیرا که اینا در میان کفر زندگی میکنند. الله تبارک و تعالی میفرماید ان الذين، بتحقیق آن کسانانی توفاهم الملائکه که اونا را میمیراند ملائکه. چی معنا؟ ملائکه موت میآید و روح اونا را میگیرد و اونا میروند و میمیرند. در حال میمیرند ظالمی انفسهم، که اینا ظلم کننده هستند. انفسهم بالای نفسای خود، بالای نفسای خود ظلم کردند. چگونه ظلم کردند؟ بمین که در میان کفر و شرک زندگی را اختیار کردند و اونجا را ترک نمیکنند، هجرت نمیکنند، به دار اسلام نمیآیند و در دار کفر زندگی را اختیار کردند. اونا ظالمی انفسهم، اونا ظلم کننده هستند بالای نفسای خودشان. زمانی که ملائکه میآید و روح اینها را میگیرد، در امو حالت برای اینا خطاب میکند این ملائکه. قال میگوید ملائکه برای امین کسانانی که ظالمین هستند و ملائکه روح اونها را میگیرد، برایشان میگد فیم کنتم، در چی حالت بودید شما؟ امون ملک که روحش را میگیرد برایش میگد تو در چی حالتی هستی؟ چرا دار کفر را ترک نمی کنی؟ حالا در دار کفر و در میان کفار تو وفات میکنی، میمیری. قالو اینا میگوین کنا مستضعفین فی الارض، کنا بودیم ما مستضعفین، ما ضعیف و ناتوان بودیم فی الارض، در زمین. یعنی ای که ما ضعیف و ناتوان بودیم، نمیتونستیم در اونجا خود را افشا بکنیم که ما مسلمان هستیم، نمیتونستیم عملا احکام اسلامی را ما عمل بکنیم، توان ای را نداشتیم که ما هجرت بکنیم. چرا؟ ما ضعیف و ناتوان بودیم، توان هجرت کردن را از دار کفر به طرف دار اسلام نداشتیم. ملائکه دوباره به جوابشان میگد قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. ملائکه الله تبارک و تعالی به اینا خطاب میکند، میگوید قالوا، میگویند ملائکه الله تبارک و تعالی الم تکن، آیا نبود ارض الله، سرزمین الله تبارک و تعالی واسعه، واسع و فراخ نبود؟ صرف همه جا برای زندگی کردن بود، دیگر الله در دنیا سرزمینی نداشت در اونجا زندگی بکنی؟ الم تکن ارض الله، آیا نبود سرزمین الله تبارک و تعالی واسعه، واسع و فراخ، فتهاجروا، شما هجرت میکردن فیها، در اون سرزمین؟ چرا هجرت نکردین؟ چرا زندگی را در دار کفر اختیار کردین؟ فاولئک مأواهم جهنم و ساءت مصیرا. الله تبارک و تعالی میفرماید فاولئک، امین گروهی که در دار کفر زندگی را اختیار کرده، به اختیار خواهش خود بدون کدام عذر و معذرت در دار کفر را بهتر میداند از دار اسلام و در اونجا زندگی میکند، فاولئک مأواهم جهنم. الله میگه این گروه کسانانی است که جایگاه اینا جهنم است. الله اینا را جهنم میبرد. و ساءت مصیرا، بد مرجع و بازگشت از جهنم که این کسا را الله به جهنم ببرد. الله میگه جهنم جای بهتری است که الله انسانها را میبرد، بلکه میگه نه، جای زشت و بد است، جای لعنت و عذاب است، جای است که در اونجا رحمت و مغفرت وجود ندارد. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا. الله میفرماید از این حکم مستثنا است او کسانانی که اونا در دار کفر زندگی میکنن اما از روی مجبوریت زندگی میکنن. اول این که اونا مستضعف هستن، یعنی ضعیف و ناتوان هستن، اونا توان بیرون شدن را ندارن، یا این که مریض هستن، یا این که پول و سرمایه ندارن، یا این که زنها هستن نمیتونن تنها سفر بکنن، یا این که طفلهای خرد و ریزی هستن نمیتونن بدون پدر و مادر مسیر راه را طی بکنن به جای دیگه برون، و یا این که پول و سرمایه ندارن، و یا این که راه را نمیدانند. عذر دارن، از نگاه ضعف و ناتوانی خود در اونجا ماندن، اما قلبشان آرزوی ای را دارد که در میان مسلمانان زندگی بکند، اما از روی مجبوریت در اونجا باقی ماندن. الا المستضعفین، مگر آن کسانی که اونا ضعیف و ناتوان هستند، من الرجال، از مردهایی هستند که توان سفر را ندارند، مریض هستند، چشمایشان کور است، پای اونا قطع است، یا مشکل دیگه دارد، توان بیرون شدن از سرزمین کفر را ندارد. و النساء،
آن کسانانی که اونا زنها هستند والولدان، بچه های خرد و ریزی هستند، لا یستطیعون حیلتن، که اینا توان و قدرت ندارن، حیلتن یک وسیله و راه را برای بیرون شدن از سرزمین کفر، ولا یهتدون سبیلا، و اینا پیدا نمیکنن، این هدایت نمیشون، پیدا نمیکنن چرا سبیلا راه بیرون شدن را. این که چگونه بیرون شون، یا که اصلا راه را بلد نیستن، یا این که ضعیف و ناتوان هستن، حیله و وسایل و اسبابی در اختیار ندارن، یک مشکلی دارن، از اون نگاه اینا در اونجا باقی ماندن، پس اینا مستثنا هستند. فاولئک، این گروه دوم که مردمای ضعیف و ناتوان هستند، از روی ضرورت و مجبوریت در دیار کفر باقی ماندن، عسى الله، زود است که الله تبارک و تعالی ان یعفو عنهم، این که عفو بکند این بودن اینها را در دار کفر. چرا بودن اینا در دار کفر؟ نه از خاطر این است که اینا کفر را دوست دارن، قانون کفر را دوست دارن، بودن در میان کفر را دوست دارن، این نیست، بلکه از روی مجبوریت و ضرورت در اونجا بودند. و کان الله، است الله تبارک و تعالی عفوا، عفو کننده است، غفورا، الله تبارک و تعالی مهربان است، بخشش کننده است، عفو کننده است. الله بنده های خود را که از روی مجبوریت و ضرورت مرتکب گناه شده، این معنا که در دار کفر بوده، الله او را عفو میکند. ادلابلای این آیه های مبارکه ما باید حکم چی را بدانیم؟ مفسرین کرام میگه حکم هجرت از دار کفر را. او کسانانی که توانایی دارند، قدرت دارند، هیچ عذر و معذرت شرعی ندارن، بعدم در دار کفر زندگی میکنن، اینا ظالمین هستند. به نص قرآن کریم که الله اینا را میگه ظالمی انفسهم، اینا ظالم هستند، بر نفس خود ظلم کردن و الله تبارک و تعالی به اینا وعده جهنم را میداد. فاولئک مأواهم جهنم و ساءت مصیرا. اما او کسانانی که از روی مجبوریت، از روی ناتوانی، از روی عذر در میان کفر زندگی میکند، اونا از این قاعده مستثنا هستند. پس به طور مجموع این در حق او کسانانی است که در دار کفر زندگی میکنند. اما او کسانانی که از دار اسلام در دار کفر میروند، این دیگر در این حکم شامل نیست. مثل که حالا یک تعداد جوانای ما دیگر قریب است که از ایمان خود، از دین خود، از ناموس خود بگذرد برای اینکه یک دفعه در لندن برایش یک شب زندگی کردن را اجازه داده شود. آیا این هم در همین حکم است؟ نه، حکم این بدتر و سخت‌تر است. حالا ببینیم علمای کرام از لابلای این آیه های کریمه، از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم استنباط میکنن که او مسلمانی که از دار اسلام میرود به دار کفر، به هر عنوانی که میرود، اول رفتن برای زی حرام است، جائز نیست، مگر صورتهای استثنایی دارد. به طور مجموع هجرت که است از دار اسلام به دار کفر، این کس که هجرت میگد این مجرم است، این جنایتکار است، این دشمن الله است. مثل که حالا یک تعداد مردم میگن مهاجرین افغانی در امریکا، مهاجرین افغانی در روسیه، مهاجرین افغانی در اروپا، اینا را هر کس که مهاجر میگه این جنایتکار است، این خائن است، این دشمن الله است. هجرت از دار کفر به دار اسلام می باشد، نه که از دار اسلام به دار کفر کس برود این مهاجر گفته شود. این مهاجر نیست، این دزد است، این خائن است، این دشمن الله است. این کس مهاجر گفته نمیتواند. هجرت را باید ما معناش را بفهمیم. هجرت چی را میگه؟ هجرت ترک خانه، کاشانه از زندگی. به خاطر کی؟ به خاطر دلار، به خاطر یورو، به خاطر عیاشی، به خاطر فحاشی. این را هجرت میگه. هجرت میگه ترک خانه، کاشانه از زندگی را به خاطر الله. انما الاعمال بالنیات، حدیث مشهوری داریم از عمر ابن الخطاب رضی الله عنه روایت است. صحیح بخاری ای را روایت میکند. انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله والرسول فهجرته الى الله والرسول ومن كانت هجرته الى الدنيا او امرأة يصيبها فهجرته الى ما هاجر الیه. اون را دیگر نمیشد مهاجر فی سبیل الله گفت. صریح حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در این باره گواه است. پس بیم در این موضوعی که او جوانایی که آل
کشورهای اسلامی را ترک میکنند و کشورهای کفری میروند، حکم اینا چگونه است؟ حکم همش مساوی نیست. بعضی از اینا حکم او کفر است و از بعض اونا گناه است و از بعض اینا اباحت است. اگر یک کسی از دار اسلام میرود به دار کفر، به خاطر چی میرود؟ ما نیت و انگیزه او را ببینیم. اگر به خاطر این میرود که قانونی امون کشور کفری را از قانون مسلمان ها بالاتر میداند، مگر نمیتونم ما در تحت این قانون زندگی بکنیم، بلکه ما در اونجا آزادی است، قانون او بهتر از قانون ما است، از قانون اسلام است، به خاطر برتری قانون او، به خاطر خوب بودن مردم او که او مردم خوب مردم هستند، از ما مسلمان ها کده به می خاطر هجرت میکند، در کفر از دیگر هیچ شک و شبهه نیست. این کافری بالله است. هر کس که قانون کفر را برتر از قانون اسلام میداند و هر کس که کافر را، اشخاص کافر را برتر از اشخاص مسلمان میداند، در کفر ای هیچ شک و شبهه نیست. یکی از جمله نواقض ایمان که ایمان انسان نقص میکند، ایمان انسان نابود میکند، ایمان انسان از میان بر میدارد، امین است که ما قانون غیر اسلام از قانون اسلام برتر بدانیم، قانون کفر را از قانون اسلام بالاتر بدانیم. این ایمان انسان چی میکند؟ نقض میکند، ایمان انسان میشکناند. مثل که یک نفر عوض وضو غسل بکند، بعد از غسل کردن برود تشنا برای قضای حاجت، دیگر وضوی از باقی میماند، وضوی این نقض شد. اینمی قسم کسی که یک دفعه به اسلام ایمان دارد و بعدا قانون اسلام پایین تر میداند و قانون کفر را بالاتر میداند و افراد کافر را بهتر میداند از افراد مؤمن و مسلمان، در اینجا دیگر ایمان از چی شد؟ نقص شد، شکست. این دیگر ایمان ندارد. روزی 10,000 رکعت نماز بخواند، تمام عمر روزه بگیرد، روزی یک بار قرآن کریم ختم بکند، امین عقیده را که دارد، این کافر است، این مسلمان نیست، هر کسی که باشد. پس اگر کسی به این نیت دار اسلام ترک میکند، به دار کفر میرود، این خود کافر است. و اگر کسی دیگه به این نیت نمیرد، بلکه به این عقیده است، قلباً به این باور دارد که قانون اسلام برتر از همه قانونهای دنیا است، این قانون خوبتر است، مسلمان ها بهتر هستند از کفار، اما محبت دنیا، محبت زندگی این را وادار به این کرده که در امو کشورها زندگی بکند و دار اسلام و دار مسلمان ها و کشور اسلامی را ترک بگیرد و در اونجا برود. از اینکه عقیده از اسلام است، عمل مفسد است، پس این را کافر گفته نمیتونیم، اما این ظالم است، از جمله اینمی ظالمی انفسهم که الله اینا را ظالم گفته. اینا ظالم هستند، اینا گناهگار هستند، اینا فاسق هستند، اما کافر اطلاقش بالایش نمیشود، چرا که اینا 100% اسلام را دوست دارد و به قانون اسلام احترام قائل است و او را برتر میداند. این چیزی نیست که ایمانش را نقض بکند، عمل ای فاسد است، پس ای را میگد ظالم، ای را میگد فاسق، ای را میگد گناهگار. این قسم دوم. قسم سوم ای که یک نفر دار اسلام ترک میکند، به دار کفر میرود. برای چی میرود؟ برای تجارت، نه دائمی. میرود از اینجا مال میبرد، از کشورهای اسلامی به کشور کفری مال میبرد، از اون طرف مال میارد. یا میرود برای تداوی که در اونجا خود تداوی میکند، مریض است. یا این که میرود برای تحصیل، امو چیز را که یاد میگیرد او در اینجا نیست، میرود برای تحصیل کردن، این چیزها را یاد میگیرد و زمانی که همین کارا، تجارت او، تداوی او، تحصیل او تمام شد، دوباره پس به کشورهای اسلامی برمیگردد. در این صورت این سفر ای جایز است و این توسط این سفر خود گناهگارم نمیشد و گناهگار نیست، این دیگر برایش جایز است. و او کسانانی که پابند دین الله هستند بازم در اونجا میروند. برای چی؟ به خاطر عیاشی، به خاطر فحاشی، به خاطر تجارت نه، به خاطر امین پول و سرمایه و زندگی مرفه و آرام. اینا دیگر از جمله ظالمین هستند و اگر عقیده برتری او را دارد، اینا دیگر هستند کافرین، ظالمین نیستند، کافرین هستند. اما او کسانانی که اونا در کشورهای کفری مسلمان میشند، حکم اونا جدا است. مثلا
افراد عال زیادی وجود دارد در کشورهای اروپایی و امریکایی که اونا در اونجا تولد شدند، تابعیت اونجا را دارند و اونا مسلمان شدند. آیا برای اینا هجرت کردن از اونجا حکمش چی است؟ اگر برای اینا زمینه مساعد بود، کشورهای دیگه برای اینا تابعیت میداد کشورهای اسلامی، بعداً بالای از اینا از اونجا هجرت کردن لازم است. اگر ای که کشورهای اسلامی اینا را تابعیت نمیداد و اینا را در خود جا نمیداد به طور دائمی زندگی بکنن، پس در اون صورت هجرت کردن برای اینا در تپ و تلاش هجرت بودن بالای اینا سنت است که اینا باید چی بکنن؟ تپ و تلاش ای را داشته باشن که زمینه بیرون شدن از اونجا را انجام بدن. چرا؟ در اونجا دائما گناه هست. انسان هر قدر کوشش بکند باز مرتکب گناه میشد. چرا مرتکب گناه میشد؟ حالا این از خانه خود بیرون میشد، در خانه خود هر قدر اسلام و حجاب اسلامی را مراعات بکند، اما زمانی که بیرون میشد یک نی دونی صدها نی هزارها دختر برهنه را بی حجاب میبیند و چشمی به او میخورد. این دیگر خودش گناه نیست؟ است. همه جا را فساد گرفته، در همه جا میرود معاملاتش سود است، در همه جا میرود در دکان چیزی که فروخته میشد حرام است، همه گوشتی که در اونجا موجود است اون حرام است. چرا؟ به طریقه غیر اسلامی و شرعی ذبح شده. همه مواد دیگه که از خیلی چیزهایی است که از چیزهای حرام ساخته شده. پس خوراک ای حرام، دیدن ای حرام، شنیدن ای حرام، گشتن ای حرام. ای هر قدر که عبادت بکند این میتوند خود از این حرام ها نگاه بکند؟ نمیتوند نگاه بکند. مثل کسی که او در یک جوی بیفتد که اون جوی آبش همه نجس و کثیف باشد، ای هر قدر کوشش کند که لباس بدن ای آلوده به کثافت نشود، میتوند خود حفظ نگاه بکند؟ در درون آب گنده و نجس است، میتوند که بدنش آلوده نشود؟ حتما میشود. پس در اونجا دیدن انسان حرام، شنیدن او حرام، گفتن او حرام، خوردن او حرام، پوشیدن او حرام، کسب او حرام، اما چیزی او حرام است. چرا؟ پول از طریق بانک است، همه بانک ها سود است. گوشت هایی که در اونجا ذبح میشد امش به طریقه غیر اسلامی است. الا ماشاءالله که در یک بعض کشورها مسلمان ها خودشان یک ذره کوشش کردن، زحمت کردن، اونا بعض جاها را امیتو ایجاد کردن که در اونجا خود از اونا به طریقه اسلامی گوشت ذبح میکنن، به طریقه اسلامی او را حلال میکنن و در دسترس مسلمان ها قرار میدن. خو این در کل جای موجود نیست، اینا محدود هستند، در خیلی جاها پیدا نمیشد. مجبور است از چیزها استفاده بکنید. روغنی که ساخته میشد از اون چیز است، مواد دیگه خوراکه که از اکثرش از چیزهای حرام ساخته میشد. پس انسان کوشش بکند که در اونجا زندگی نکند. اگر به این عنوان زندگی میکند که او را بهتر و برتر میداند، این دیگر کافر میشد، و اگر نمیداند بازم این ظالم است، این گناهگار است، این فاسق است. الله تبارک و تعالی این را صریحا بیان میکند. اگر برای خود گفتم برای کار میرود، برای کسب و تجارت میرد، تجارت را عام میگیریم، چیز اونجا خود او سرمایه گذاری میکند، مال وارد میکند و صادر میکند، یا این که سر برای کارگری میرد. در کارگری هم در اون صورت جایز است. علمای کرام ایرام نوشته میکند. امام قرطبی رحمه الله در تفسیر احکام القرآن در تحت این آیه هجرت را به 6 قسم تقسیم میکنه. امی که ما در اونجا برای کارگری هم میریم، در اون صورت برای ما کارگری کردن در اونجا جایز است که امی کاری را که ما توان انجام دادنش را داریم برای به دست آوردن یک لقمه روزی حلال، امی کار برای ما زمینه‌اش در کشورهای اسلامی مساعد نباشد، ما نتونیم امور را انجام بدیم و این در اونجا موجود است. ما در اونجا برای امین کار میریم، با در اون صورت برای ما جایز است. اگر این کار را ما میتونیم در دیگر جا انجام داده میتونیم در میان مسلمان ها، اما در اونجا نمی کنیم، اونجا میریم، بازم در اون صورت جایز نیست. این یک. آمدیم در داخل خود کشورهای اسلامی از یک جا به جای دیگر رفتن، حکم ای چی است؟ امام مالک رحمه الله که از او امام قرطبی نقل میکند، او میگد در داخل کشورهای اسلامی در جایی که چند چیز وجود دارد هجرت کردن از اونجا فرض است، ولو که در دار اسلام است. یکی در کجا؟ یکی در اون جایی که اصلا علم اسلام وجود ندارد، عالم وجود ندارد، ما نمیتونیم دین خود را یاد بگیریم. مسلمان ها هستند
اما نه دین را میفهمند، نه عالم دین در میانشان وجود دارد، نه تعلیمات اسلامی وجود دارد، به نام مسلمان ها هستند. از اینجا بالای مسلمان هجرت کردن فرض است. چرا؟ بدون علم میشد انسان مسلمان باشد؟ بدون علم میشد انسان دین خود درست حفظ نگاه بکند؟ بدون علم میشود انسان درست الله واحد لا شریک را عبادت بکند؟ نمیتواند. پس برای این که درست الله را عبادت بکند، برای این که درست قرآن بخواند و برای این که درست دین خود را یاد بگیرد، از جایی که در اونجا علم وجود ندارد هجرت لازم است. باید اونجا را ترک بکند، برود در اون جایی که مسلمان ها هستند و امی زمینه ها برایش مساعد است. این نه که مثل آل یک تعداد ما از لوگر و از وردگ و از غزنی و از دیگه جا هجرت میکند، به اصطلاح خودشان کابل میرد، میگه اینجا زمینه تحصیل برابر نیست. اون تحصیل مطلوب نیست که برای کامپیوتر انگلیسی میرد، قرآن یاد ندارد، فرایض نماز یاد ندارد، در قریه خود در مسجد نمیرود، اما به خاطر خواندن کامپیوتر و انگلیسی باز ولایت خود ترک میکند، به کابل میرد که اینجا زمینه تحصیل نیست. اما تحصیل اول بالای ما فرض است. این معنا نه که کامپیوتر و انگلیسی و ساینس و تکنولوژی این خواندنش حرام است، این معنا ندارد. اما اول به اندازه ضرورت برای اصلاح عقیده و عبادت ما اول باید دین بالای ما لازم است و اون در قریه خود ما است. برای زو در مسجد نمیرویم، خب برای از چی سفر میکنیم، کشور خود ترک میکنیم. این دیگر چی معنای اسلامی را دارد؟ دوم ای که در او جای هجرت کردن و ترک کردن اونجا لازم است، ولو که در او کشور اسلامی و مسلمان است، که در اونجا مبتدعین زیاد هستند، اهل بدعت و خرافات زیاد هستند و در اونجا به صحابه کرام دو دشنام داده میشد، در اونجا به اساسات دین توهین میشد، در اونجا سنت های رسول الله صلی الله علیه و مسخره میشد و در عوض از او خرافات، رواج ها، بدعت ها و گمراهی ها در اونجا حاکم است. از اینجا را ترک کردن او لازم است که او را باید انسان ترک بکند. اول کوشش بکند که در اونجا همه چیز از زمینه را مساعد بکند که مردم به طرف چی بروند؟ بعض بدعات و خرافات و شرکیات و اوهام را ترک بکنند و اگر امکانات او برایش میسر نیست پس اونجا را باید ترک بکند، برود. چرا؟ این دیگر از مسلمانی انسان نیست که این مسلمان است اما در پیشروی زی صحابه کرام توهین میشد، در پیشروی زی ائمه دین توهین میشد، در پیشروی زی تابعین و تبع تابعین و دیگر علما توهین میشد، در پیشروی زی سنت های رسول الله صلی الله علیه و مسخره میشد، در پیشروی زی همه کار میشد اما برای زی بی تفاوت است. این بی تفاوت بودن را میدانیم که دیگر نتیجهش چی میشد؟ نتیجهش خلل و ضرر ایمان است. نتیجه زی انسان را بی تفاوت ساختن در مقابل گناه ها است. مثل حالا ببینیم او کسانی که در کشورهای غربی زندگی میکنند، برای اونا طعنه زدن به اسلام، دشنام دادن به اسلام، طعنه زدن به قرآن، طعنه زدن به رسول الله صلی الله علیه و و نبی علیه السلام را تروریست و دهشت افکن گفتن، برای اونا حال بی تفاوت شده. چرا؟ هر روز ایران میبینن، هر روز ایران میشنون، هر روز که تلویزیون روشن میکنن ببینیم که یک صفحه ای است که اونجا به پیامبر الله دشنام داده میشد. این به مرور زمان با این چیزها بی تفاوت میشد. پس دشنام دادن به پیامبر، به قرآن، توهین به دین برای بی تفاوت میشد و این خدشه و ضرر بزرگی است به دین انسان. این بود مختصرا حکم درباره هجرت از داخل کشورهای اسلامی و همچنان از خارج کشورهای اسلامی، از کشورهای کفری و رفتن به کشورهای کفری. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما. الله تبارک و تعالی حالا انسان‌ها را تشویق میکنند شما به این فکری نباشین که اگر ما کشور کفری را ترک بکنیم، به کشور اسلامی هجرت بکنیم، در دار اسلام زندگی را اختیار بکنیم، خانه، کاشانه، سرمایه ما در اونجا میماند، آینده زندگی ما را کی تأمین میکند؟ ما چگونه زندگی خود پیش ببریم؟ ما غذا و لباس از کجا بکنیم؟ ما سرمایه و خانه و کاشانه از کجا بکنیم؟ الله میگه به این فکر نباشی که این فکر غلط داری تو. الله تبارک و تعالی هو الرزاق ذو القوة المتین. الله روزی دهنده است او ایره ما و شما
در این سالهای نزدیک مردم افغانستان تجربه کردن. میلیون ها انسان از افغانستان به پاکستان و ایران و بعد کشورهای دیگر رفتند، هجرت کردند. آیا زندگیشان از این بهتر نشد؟ با وجودی که در اونجا خانه نداشتند، زمین نداشتند، دکان و مغازه نداشتند، موتر نداشتند، هیچ چیز نداشتند، با دست خالی رفتند. اما بزرگترین تجارایی که آل افغانا دارند در پاکستان است. بزرگترین علمایی که در کشور ما برگشت از پاکستان است. بزرگترین حافظای قرآن کریم برگشت از اونجاست. در اونجا صاحب همه چیز شدند. الله تبارک و تعالی امیر میگد و واقعا این که ما حکومت پاکستان به جای خودش میگذاریم که چی جنایتکار و فاسق و فاجر و ظالمی هستند که هر کاری را میکنن، این یک واقعیت است که از این کس انکار کردن نمیتوند. اما در غیر از حکومتش را که در جای خودش بگذاریم، افغانایی که در اونجا از ملت پاکستان و سرزمین پاکستان نفع و استفاده دینی و دنیایی را بردن، شاید در طول تاریخ هیچ ملتی از هیچ ملتی نبرده باشد. اما برخلاف ایران، ما از ایران صرف از هجرت ایران ما صرف چی به دست آوردیم؟ پول بس. اما ایرا راست بگیم که از ایران مهاجرین افغانی که دوباره برگشتن، در میانشان یک عالم وجود دارد، در میانشان یک حافظ قرآن وجود دارد، در میانشان یک دکتر و انجینر وجود دارد، در میان از اونا یک آدمی که کسبی درست یاد داشته باشد، با سرمایه آماده باشد وجود دارد؟ نه. بدبختی را که به مهاجرین افغانی ایران رسانده در تاریخ بشر هیچ حتی کافر به مسلمانان نرسانده. تمام دروازهای مدارس، مکاتب، دارالحفاظا، پانتونا، مراکز علمی به پیشی افغانا بند است. افغانا صرف باید گوداری کار بکنن، افغانا صرف باید تشنابه را پاک بکنن، اینا در مرداری کار بکنن، در کره خشت کار بکنند. اما ملت پاکستان با این مردم خیلی نیکی کرده، حکومتش را در جایش میگذاریم. تمام دروازه های مدارس، مکاتب، دارالحفاظا و همچنان پانتونها، همه چیز به پشت افغانا باز بود. بهترین دکترها، بهترین دارالحافظا، بهترین علما، بهترین مردمای نیک از اونجا آمدند. از پاکستان شاید خیلی کم کسی باشد که معتاد برگشته باشه. از پاکستان خیلی کم کسی است که زناکار برگشته باشه. این از خوبی از اون ملت بود که با ما کرده. این را باید فراموش نکنیم. اما زناکار و معتاد و دزد و رهزن از ایران زیاد آمده. خود در عوض یک عالم، یک حافظ، یک دکتر، یک انجینر، یک وترنر پس نگشته. سرزمین بد، ملت بد، ملت نجس، ملت پلید. و در اونجا که کارم بکنی هر ساعت برای طعنه میداد که عمر را چنان کردم، ابوبکر را چنین کردم. گرچه آل ما او را زیاد دوست داریم، اما از نظر پولی ما او را دوست داریم که عاید پولی برای ما دارد. اما از نظر دینی فکر بکنیم برای ما چی دارد از نظر دین؟ حتی کسی با از ایران با یک صفحه هم برگشته؟ نه. اما این چیزها را ببینیم که الله امیر در این آیه میگه اگر تو از خانه بیرون شوی، الله دروازه همه چیز در پیش رویت باز میکنه، مثل که برای مهاجرین افغانستان در پاکستان باز کرد. دروازه علم را، دروازه حفظ را، دروازه پول را، دروازه سرمایه را، دروازه ادب را. حتی اکثر کسانی که در پاکستان زندگی کردن، اونا نسبت با او افغانایی که در داخل افغانستان زندگی کردن پابند جماعت هم هستند، نمازگزار هم هستند. این واقعیت است که از این کس انکار کردن نمیتوند. الله امیر میگه اگر به نیت اخلاص بیرون میشی، الله همه چیز را در پیش رویت باز میکنه. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا. و من آن کسی یهاجر که اون هجرت میکند فی سبیل الله، در راه الله تبارک و تعالی، دیگر فکر ایران نداشته باشد که در اونجا خانه ندارم، زمین ندارم، دکان ندارم، سرمایه ندارم، من چگونه زندگی بکنم. الله میگه کسی که به خاطر الله هجرت میکند، و من یهاجر آن کسی که هجرت میکند فی سبیل الله، در راه الله تبارک و تعالی، یجد پیدا میکند فی الارض، در زمین، مراغما کثیرا وسعا. مراغما جای هجرت را، جای زندگی را، جای کسب و کار را
کثیرا بسیار زیاد، وسع به وسعت و فراخی، این همه چیز را پیدا میکند. الله تبارک و تعالی زمینه تحصیل، زمینه حفظ قرآن، زمینه عبادت، زمینه سرمایه، زمینه این همه وسایل و اسباب زندگی را الله برایش آماده میکند و این را ما و شما به چشم سر دیدیم. هر افغانی که در او حالت که روسا در اینجا چه حالتی را آورده بودن، مجبور شدن خانه و کاشانه خود ترک بکنن. زمانی که از بیرو برگشتن، از اینجا در یک اسب دو اسب همه مال و وسایلش بود که رفت و زمانی که از اینجا آمد در موترها آمدن، وسایل اسبابش جای نمیشد. الله برایش وسعت را آورد. این وعده الله است و الله دروغگو است؟ نه، الله دروغگو نیست. وعده الله همش حق و ثابت است. و من یهاجر، آن کسی که هجرت میکند فی سبیل الله، در راه الله تبارک و تعالی، یجد پیدا میکند فی الارض، در زمین، مراغما، این مهاجرا، جای هجرت، جای سکونت، جای کسب و کار زندگی، کثیرا بسیار زیاد، وسع، برایش وسعت و فراخی را الله در رزق روزی میارد. رزق روزیش را واسع و فراخ میکند، همه چیزش را واسع میکند، علم او را، تقوای او را، عبادت او را و جای زندگی و رزق روزی او را. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما. الله تبارک و تعالی این بخش آیه کریمه را در حق یک صحابی روان کرده. دمره ابن جندب رضی الله عنه مرد مستفیدی بود، در مکه مکرمه زندگی میکرد، مسلمان بود، اما توان سفر را نداشت. چرا؟ آنقدر ضعیف و ناتوان و پیر بود که راه رفتن نمیتونست، در خانه خود راه رفتن نمیتونست، علاوه از این که او هجرت بکند به مدینه منوره برود. اما زمانی که اون آیه را شنید، ان الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. این آیه را که قبلا خواندیم، آیه 97، زمانی که را شنید برای بچه های خود گفت که الله تبارک و تعالی برای ما چی میگه؟ میگه هجرت بکنید. اونا گفتن ای پدر، تو خود توان راه رفتن را نداری، تو خود استاد شده نمیتونی، تو چگونه هجرت میکنی؟ اون گفت که من توان هجرت کردن را دارم. الله تبارک و تعالی کسی را گفته که اگر هجرت نکرد گناهگار نیست، که اونا مستضعفین باشن. من مستضعف نیستم. چرا نیستم؟ گفت مرا بالای چپرکت بیاندازین و شما بچه های جوان من به سر شانتان بگیرین یا مرا به سر شتر اسب بگذارین، مرا ببرین به مدینه، دیگر من در اینجا زندگی نمی کنم. چرا که الله ما را گفته که اگر ما زندگی بکنیم ما ظالمین هستیم. حالا من توانایی دارم، من در یک چارپایی بندازین و به سر شانهاتان بگیرین و سفر میکنیم میریم دیگر هجرت میکنیم، من در اینجا زندگی نمی کنم. چرا؟ الله گفت اینا ظالمین هستند. بچه هایش امین کار را کردند، پدر خود را برای یک چپرکت انداختند و او را به سر شانه خود مثل جنازه گرفتند و از مکه بیرون شدند. در مسیری را در مدینه نارسیده، ای در مسیری را وفات کرد و تا مدینه نرسید و به رسول الله صلی الله علیه و سلم نرسید، در مسیری را وفات کرد. الله تبارک و تعالی این آیه را در حق اون روان کرد. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، و من آن کسی یخرج که بیرون می شود، من بیته از خانه خود، مهاجرا الی الله در حالی که اون هجرت کننده است، الی الله به سوی الله تبارک و تعالی و رسوله، و اون هجرت کننده است به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ثم بعد از آن که ای از خانه خود بیرون شد، یدرکه الموت، ای را میرسد مرگ، در مسیر را ای وفات میکند، میمیرد. فقد وقع اجره علی الله، فقط به تحقیق واقع شد اجره، اجر و ثواب مزد هجرت، گرچه هنوز در دار اسلام نرسیده، در مسیر را است، ای هنوز از خانه خود بیرون شده و در مسیر را میمیرد. الله میگه فقط وقع، به تحقیق واقع شد اجره، اجر و مزد ثواب ای علی الله، بر الله تبارک و تعالی. این اجر و مزد خود و هجرت را بر الله لازم کرد و الله تبارک و تعالی میگه این اجر و مزد هجرت را الله برایش میدهد.
و کان الله غفور رحیم. و کان الله است الله تبارک و تعالی غفورا بخشنده است، الله واحد الله شریک، رحیما مهربان است. پس به این بنده های خود هم رحم میکند، هم الله اونا را عفو میکند. در مسیری را کس وفات میکند، هنوز در دار اسلام نمیرسد و این حکم عالی هم باقی است. هر کسی که دار کفر را ترک میکند به طرف دار اسلام و سرزمین اسلام میاد و این در مسیری را وفات میکند، پس این را میگوید مهاجر و این اجر و ثواب هجرت را از نزد الله تبارک و تعالی میگیرد. همچنان کسی دیگه ای که اون اجر هجرت رو اجر و ثواب هجرت را میگیرد، کسی که برای طلب علم از خانه خود بیرون میشد. البته ای را چند چیز را مد نظر بگیریم در این. یکی این که به طلب علم بیرون میشد که هدف اون از این علم رضای الله باشد و به خاطر اعلای کلمت الله او را میخواند، به خاطر این که علم دین یک فریضه الهی است، این فرض را من ادا بکنم و بعداً کی را یاد گرفتم عمل بکنم و بعداً مسئولیت خود را انجام بدم، برای دیگران تعلیم بدم. به این نیت اگر بیرون میشد از خانه خود در طلب علم، این میمیرد فقد وقع اجره علی الله. این را میگد شهید. یکی از جمله کسانانی که حکم شهید دارد اون است که کس در راه علم وفات میکند، در مسیر راه علم میمیرد و در وقت طلب علم میمیرد. اجر ازی بر کی است؟ بر الله. این را میگد این دارد درجه شهید. و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. الله تبارک و تعالی به سلسله احکام را بیان میکند. زمانی که کسی هجرت میکند، سرزمین کفر را ترک میکند، در مسیری را این مسافر گفته میشد، حالا نماز خود چی گونه ادا بکند؟ الله تبارک و تعالی میگه که این قصر بکند نماز خود را، کوتاه بکند نماز خود را، یعنی نمازهای 4 رکعتی را 2 رکعتی بخواند. این از حکم قصر که در نماز آمده، این آیه کریمه است. حالا در غیر هجرت هم اگر کس سفر میکند، حکم او در نماز چی است؟ قصر است. بیم این که مدت زمان قصر و حکم قصر این که چقدر شود، در این باره علمای کرام اختلاف نظر دارند. جمهور علما یعنی مذهب امام شافعی، امام مالک و امام احمد رحمهم الله، اونا مسافه را اعتبار میدند. این که چقدر مسافه را ما طی بکنیم بعدا ما مسافر میشیم. اونا 48 میل میگند و 48 میل ما به حساب کیلومتر میشود 76 یا 75 کیلومتر میشد. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله او میگد که نه، مسافه اعتبار ندارد بلکه زمان اعتبار دارد. ما 3 شبانه روز سفر باید بکنیم. اگر ما همه مسافه قدر جای را سفر میکردیم که سفر او 3 شبانه روز میشد و این 3 شبانه روز چه قسم سفر باشد؟ اینه که شب و روز ما سفر بکنیم. این که ما در امی شبانه روز چند ساعت سفر داشته باشیم. مثلا بعد از چای صبح که میخوریم سفر میکنیم تا چاشت. بعد از چاشت ما برای استراحت، برای نان خوردن، برای ادای نماز، این همه چیز را انجام میدیم. برای او دیگر آرام میباشیم. بعد از اون که ما سفر میکنیم تا نماز عصر است. نماز عصر مطلوب اینه که هفته در حال نشستن باشد، بلکه در وقت مکروه نرسد و در او وقت ما دوباره سفر خود را قطع بکنیم. به همین قسم ما سیر رو سفر بکنیم، چقدر مسافه را طی میکنیم؟ ما در امونجا مسافر میشیم. و این سفری که در زمان باشد، این البته فرق میکند نظر به زمین. اگر ما 3 شبانه روز امی قسم سفر بکنیم به سفر میانه، ما شاید در سرک قیر اگر سفر بکنیم امکان دارد تا 90 کیلومتر ما سفر بکنیم. و اگر در دشت و بیابان در ریگزار سفر بکنیم شاید که 50 کیلومتر یا 60 کیلومتر را سفر بکنیم. چرا؟ سفر کردن در او سخت‌تر است. تپه‌هایی که پایین و بالا میشد انسان، ریگی است که پایش در اونجا درست محکم نمیشد، سفرش را بطیء و سست میکنه. یا اگر ما در کوه سفر بکنیم که در کوه بالا میشیم،
شاید در 3 شبانه روز همین قسم سفر بکنیم، امکان دارد ما 40 الی 50 کیلومتر مسافت طی بکنیم. پس کیلومتر به مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله اعتبار ندارد، بلکه چه اعتبار دارد؟ زمان اعتبار دارد. ما هم قدر زمان سفر بکنیم. اما امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمهم الله میگد که نه، زمان اعتبار ندارد، مسافه اعتبار دارد. ما 48 میل سفر بکنیم، یعنی 75 کیلومتر. امروزه علمای مذهب احناف نیست از این که دیگر و سفر و پیاده نیست، توسط اسب نیست، توسط شتر نیست. امین مسافه را در کشورهای مختلف نظر به سرزمینی که اونا دارن ایراد چی کردن؟ ایراد تخمین کردند. به می خاطر اختلاف نظر باز وجود آمده. چرا که گفتم سفر در سرزمینهای مختلف فرق میکند، در کوه، در دشت، در زمین رگزار، در سرک قیر سفر مسافهش فرق میکند. به عنوانی که ما در 1 ساعت چقدر را در دشت سفر کرده میتونیم، چقدر را در سرک پخته و چقدر در کوه. به می خاطر است که اختلاف نظر پیدا شده. یک تعداد علما نظر به جایی که اونا زندگی میکنن، زمین خود را دیدند و اون سفر را به او انتخاب میکنن که ما در 3 شبانه روز چقدر سفر میکنیم. اونا او را به 96 کیلومتر مسافه تعیین کردند. و تعداد علمای دیگه که اکثرا در کشورهای عربی هستند، اونا ای را تخمین میکنن نظر به سرزمینی که خود اونا دارن، هم حالت ها را مد نظر گرفتن، کوه را، دشت را، زمین رگزار را و همچنان سرک ها را، اونا ای را تعیین کردن به 86 کیلومتر. و علمای احناف در شبه قاره هند به جمهور علما فتوا دادن که اون از 75 کیلومتر 48 میل. اونا میگن که 48 میل مسافه را آلا کس طی بکند، این مسافر میشد. و این وقتی که مسافر گفته شد، بعد قصر نماز برای از چی میشد؟ جایز میشد که نماز خود را 4 رکعتی را 2 رکعتی بخواند. و آغاز سفر از کجا مسافر گفته میشد؟ این که از خانه خود بیرون شد؟ نه. مثلا ما در این منطقه زندگی میکنیم، این منطقه مربوط کدام حوزه است؟ ما از حوزه این منطقه که بیرون شدیم دیگر ما مسافر گفته میشیم. و تا وقتی که در درون این حوزه باشیم، ما دیگر ما را مسافر گفته نمیشد. همین منطقه به چقدر جای اطلاق میشد؟ از او که ما بیرون شدیم دیگر ما مسافر هستیم. وقتی نماز میرسد ما نماز خود را قصر میکنیم. این یک موضوع. موضوع دومی، ای که آیا نماز 4 رکعتی را 2 رکعتی خواندن، قصر کردن، این لازم است یا رخصت و مباح است؟ اگر 4 هم بخوانیم درست است، اگر 2 هم بخوانیم درست است، یا اینه که حتما 2 بخوانیم؟ این کدام است؟ امام شافعی رحمه الله و امام احمد رحمه الله آردویشان میگد که این رخصت است. یعنی این معنا اگر ما 4 بخوانیم هم جایز است، اگر 2 بخوانیم هم جایز است. هر کدام را ما میخوانیم این جایز است. امام مالک رحمه الله میگه اگر کس 4 خوان هم نماز او جایز است، خب مستحب این است که 2 بخواند. او جانب 2 خواندن را ترجیح میداد، میگه این مستحب است. امام ابو حنیفه رحمه الله این میگه که نه، قصر عزیمت است و پره خواندن رخصت است. یعنی این معنا اگر پره خواندیم نماز ما جایز است، این نه که نماز ما فاسد است، نماز ما جایز است. واجب این است که ما باید 2 بخوانیم. بهتر این است که ما 2 بخوانیم. اگر کسی 2 نخواند 4 خواند، این معنا ندارد که نماز او فاسد است. نمازش جایز است اما گناهگار است. چرا؟ از عمر رضی الله عنه روایت است که او میگد در اینجا الله تبارک و تعالی برای قصر نماز یک شرط را میگذارد: ان خفتم ان یفتنکم. نماز را قصر در او صورت بکنید که شما اگر میترسیدین که مردم شما را در فتنه میاندازد. این امنیت وجود نداشت، سبب فتنه میشد. این معنای ظاهر آیه است که اگر امنیت بود شما نماز را پره بخوانید. میگم این موضوع را من از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوال کردم که آلا دیرا در کی سوال کرده؟ اولا کسی دیگه از عمر رضی الله عنه در زمان خلافت او سوال کرده که آلا خب ما در امن هستیم، هیچ ترس و هراسی وجود ندارد، سفرهای طولانی را میکنیم، امنیت است. چرا؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم ای را بشارت داده بود که این تو روز میرسد که یک زن تنها
بالای شتر سوار میشد، از صنعا پایتخت یمن حرکت میکند، به حضرموت میرد. در مسیر را کس ای را افم نمیگد. و این در زمان عمر امی قسم امنیت بود. اونا گفتن که آلا نماز باید پره بخوانیم. چرا الله میگه که شما نماز قصر بخوانیم؟ این خفتم اگر میترسیدین. آلا ترس وجود ندارد. عمر رضی الله عنه در جوابش گفت که امین سوالی که تو امروز از ما کردی، این سوال را من از رسول الله صلی الله علیه وسلم کردم که این نماز قصر خود در وقت خوف است. اگر ترس نبود دیگر نماز را پره بخوانیم. گفت مرا پیامبر الله گفت که هذه صدقه، این یک صدقه است از جانب الله تبارک و تعالی که 2 رکعت نماز را به شما بخشیده. پس شما صدقه الله را بپذیرند. پس الله برای ما این 2 رکعت را عفو کرده، او را ما قبول بکنیم. امام ابو حنیفه رحمه الله این حدیث و احادیث دیگه که متفق علیه در صحیح بخاری و مسلم میاد که اونا صریحا دلالت به این دارد که قصر خواندن لازم است. پس او میگه که قصر خواندن یعنی 4 رکعتی را 2 رکعتی خواندن در صورتی که شرایط سفر برابر باشد، این بهتر است و لازم است. و اگر کسی پرم خواند نمازش می شود، ولیکن او چی کرده؟ صدقه الله را رد کرده، بنان این گناهگار میشد، اما نمازش درست است. پس خلاصه این شد که اگر ما در سفر نماز را پرم بخوانیم نماز ما جایز است، خب با گناه، اما 2 رکعت خواندن او این عزیمت و لازم است که ما او را 2 رکعت باید بخوانیم، رد نکنیم به 4 رکعت. این مذهبی که بود امام ابو حنیفه رحمه الله و امام شافعی و امام احمد صاحب میگن اگر 2 خواندیم 4 خواندیم هر کدام خواندیم جایز است، هیچ فرقی ندارد. الله تبارک و تعالی میفرماید و اذا ضربتم، زمانی که شما سفر میکردین، فی الارض، در زمین، فلیس، نیست، علیکم، بالای شما، جناح، بالای شما گناه نیست، ان تقصروا من الصلاه، این که شما قصر و کوتاه میکنین، من الصلاه، از نماز. البته این قصر و کوتاهی صرف در نمازهای 4 رکعتی است. نماز صبح ما 2 رکعت است، از اون میشود قصر بکنیم؟ نه، 1 رکعت خوانده نمیشد، اون پره 2 رکعت خوانده میشد. نماز شام 3 رکعت است، این 3 پره خوانده میشد. از نماز شام چیزی قصر نمیشد. 3 نماز دیگه ما قصر میشد: فرض پیشین، فرض دیگر و فرض خفتن. از این 3 ما 4 رکعت را چی میخوانیم؟ 2 رکعت میخوانیم. این البته در حکم فرض. آمدیم در نمازهای سنت های رواتب که ما داریم: 2 رکعت سنت قبل از نماز صبح، 4 رکعت قبل از فرض پیشین، 2 بعد از فرض پیشین و همچنان 2 بعد از فرض شام و 2 بعد از فرض خفتن. این سنن رواتب. این سنت ها را ما قصر میکنیم؟ نه، در سنت ها قصر نیست. اما حکم سنت در سفر دیگر حکم نفل را میگیرد، یعنی معنا که دیگر خواندن اون لازم نیست، سنت مؤکد نیست. اگر انسان بخواند الله تبارک و تعالی برایش اجر و ثواب میدهد و اگر نخواند گناهگارم نمیشد. سنت ها در سفر حکم چی را میگیرن؟ حکم نوافل را. اینه که مثل که یک تعداد انسانای خود خیلی متقی و پرهیزگار میگیرن، زمان همه سواری ها اونجا انتظار دارن، عجله دارن و این دارد دیگر در سفر اما موتر منتظر است نفل میخواند. نفل را خود در موتر قبلا هم خواندیم، ما میتونیم به اشاره هم بخوانیم، میتونیم در خانه خود بخوانیم. این چی ریاکاری است که ما شروع کرده ایم و مزاحمت مردم را میکنیم. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این کار را باید ما نکنیم. ما اگر همه مردم به این راضی بود که میخواندن، ما بخوانیم بهتر است. اگر دیگرها عجله داشتن تنها فرض خواندن، سنت دیگر در اینجا بالای ما تو هم نفل است، دیگر نشیم که مزاحمت مردم را بکنیم. و اذا ضربتم، زمانی که شما سفر کردن، فی الارض، در زمین، فلیس، نیست، علیکم، بالای شما، جناح، گناه، ان تقصروا من الصلاه، این که شما قصر و کوتاه بکنین نمازها را. یک موضوع دیگر هم متوجه باشیم که در ملک ما یک بدبختی دیگه هم وجود دارد. این بدبختی وجود دارد که مردم به این فکر است که در سفر خب مردها نماز فرض 4 رکعتی را 2 رکعت بخوانند، اما بالای زنها در سفر اصلا نماز فرض نیست. مردم ما به می عقیده هستند، زنها هم به می فکر هستند. چرا کسی راست بگیم به می سن رسیدیم در داخل افغانستان در سفر، اگر ما 6 ساعت منزل کردیم
اگر 12 ساعت منزل کردیم، اگر 24 ساعت در موتر منزل کردیم، کسی کدام زن را دیده نماز بخونه؟ فکر میکنه که اصلا بالای زن مسافر نماز فرض نیست. همین قسم که بالای مرد فرض است، بالای زن فرض است. باید نماز خود بخواند و اگر نمیخواند مجرم است، گناهگار است، جنایتکار است. همین که ما مدت سفر را گفتم اینی که ما اینمه قدر مسافه را طی بکنیم. به نزد علمای احناف شبه قاره هند 48 میل که 75 کیلومتر میشد. چرا هر میل ما 1600 متر و چند متر دیگه میشد. و علمای عرب میگن که نه، اونا مطابق فقه حنیفی 86 کیلومتر را میگن و همین نسبتاً به او قوی ترم است. پس من نمیدانم که از اینجا تا اونجا چند کیلومتر میشد. شاید من اضافه در دیریور پرسان کردم، کسیش یک چیز میگه، کسی دیگه چیز میگه، کسی میگه این است، کسی میگه آن است. من خودم درست نمیدانم. به خاطر همین که من درست نمیدانم که چند کیلومتر است و نقطه کیلومتر افغانستان من نمیدانم، چرا هر کشور یک نقطه صفر دارد در مرکز و پایتخت خود که کیلومترش از اونجا آغاز شروع میشد. من نمیدانم که در ملک ما نقطه صفری وجود دارد یا ندارد، اگر دارد در کجا است. امیر من نمیدانم. بنان از اینکه 4 رکعت خواندن خو اولا فرض است، قصر در وقت میشد که شرایط او آماده باشد. همین شرایط من نمیدانم. بنان در تا کابل رفتن من خودم قصر نمیکنم، به خاطر اینکه کیلومترش دقیق برای من معلوم نیست که آیا اندازه سفر است و یا نیست. مولوی همین متروانا که هر روز برای هیچ طور است، هر روز سفر برای برای جا هر روز قصر است. ان تقصروا من الصلاه، الله میگه لیس علیک فلیس علیکم جناح، نیست بالای شما گناه. ان تقصروا من الصلاه، این که شما کوتاه بکنین از نماز. در کدام صورت؟ ان خفتم، اگر میترسیدین، ان یفتنکم، این که میرسد برای شما به ضرر و مصیبت و الذین، آن کسانان کفروا کنا کافر هستند. این در جایی که شما میترسیدین که کفار برای شما آزار و اذیت میرسانند، نماز 4 تان را 2 بخوانید. خب این به معنای شرط نیست، این بیان واقعه را میکند. چرا در اون زمان که این آیه ها نازل میشد همه دنیای کفر و شرک بود. مسلمان ها که به اطراف سفر میکردن دیگر حالت ترس بود. از مدینه کمی بیرون میشد دیگر سرزمین کفر بود. تنها مسلمان ها در مدینه منوره بودن، از مدینه بیرون هم کفر بود. هر جایی که مسلمان میرد در ترس و هراس بود. این بیان واقعه را میکند که شما در اوت حالت قرار دارین که در همه طرف شما ترس و از مشرکین. این معنا نه که این شرط باشد، این شرط نیست. حالا که امنیت هم است که سفر میکنیم ما نماز را قصر میکنیم. این بیان واقعیت است، نه بیان شرط. ان الکافرین، بتحقیق کافرین، کانو استن لکم، برای شما، عدوون، دشمن، مبینون، ظاهر و آشکارا. الله میگه کفار دشمن ظاهر و آشکارا شماست. پس در هر جا که ترس اینا وجود داشت شما نماز را قصر بکنین. یعنی مثل که وجود دارد در اون زمان همین حالت بود و اگر این حالت هم نباشد بازم قصر کردن نماز چی است؟ جایز است. پس الله تبارک و تعالی در حکم هجرت را بیان کرد، فضیلت هجرت را بیان کرد، استثناء از هجرت چه کسانانی را کرد و بعدا حکم نماز هجرت و سفر را الله تبارک و تعالی بیان کرد و بعد از این الله تبارک و تعالی حکم نماز خوف را بیان میکند. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.